سرخط مهمترین خبرها: عبدالله غربتی دعوای 3 میلیسه را رد کرده است. معاون وزیر کارهای خارجه گفت تاجیکستان واروخ را همچون انکلاو اعتراف نمی کند. و اعتراضهای گسترده در روسیه بعد فرمان نوی ولادیمیر پوتین. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 22 سپتامبر است. عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک، در مرافعه نخستین دادگاه دعوای 3 مأمور میلیسه را رد کرده است. کارمندان شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور روز 21 سپتامبر شاهدی دادند که عبدالله غربتی به آنها حمله کرد و تحقیر نمود. به سبب بسته بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست. معلوم نیست که ماموران میلیسه برای اثبات دعوای خود به دادرس چی دلیل دادند. دادرس بهروز شفا از صحبت با رسانه ها خودداری کرد. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف بعد مرافعه تنها همین را گفت که عبدالله غربتی دعوای ماموران میلیسه را نپذیرفته است. مبارک قاسم، همسر عبدالله غربتی که در یک قسمت مرافعه اشتراک داشت، میگوید که روحیه عبدالله غربتی خوب بود ولی کمی لاغر شده است. به مرافعه نخستین عبدالله غربتی که در بینای بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته برگزار شد، به جز از همسرش خویشاوندان دیگری خبرنگار را راه ندادند. دادرس مرافعه را به روز دیگر ماند اما سنه دقیقش را نگفت. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت دوشنبه جماعت واروخ اسفره را همچون انکلاو در احاطه زمین‌های قرقیزستان اعتراف نمی کند. صادق امامی، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، روز 19 سپتامبر در بریفینگ در شهر دوشنبه گفت حکومت شوروی در سالهای 20 و 30 عصر گذشته به رعایت رسمیات قانونی 3 قطعه زمینی تاجیکستان را به قرقیزستان داده است. او در تصدیق گفته‌هایش به خریطه های دوره اول اشاره کرد که در آنها واروخ و 2 موضع دیگر بخش از تاجیکستان هستند. مقامات قرقیزستان به اظهارات نوی صادق امامی واکنش نکردند. امامی گفت جانب قرقیزستان به دلیل از خودکنی این قطعه را مال خود می‌داند. در جماعت واروخ اسفره 40,000 کس زندگی می‌کنند. تقریبا در هر مناقشه یگانه راه آنها به گوشه‌های دیگری تاجیکستان بسته می‌شود. بینندگان عزیز توجه کنید به یک آگهی. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد نوید بامدادی ساعت 9 صبح به وقت دوشنبه و ساعت 7 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. از بهار سال 2005 در هر 3 ماه یک مرتبه نهادهای دولتی برای خبرنگاران نشست‌های مطبوعاتی برگزار کرده به سوال‌های روزنامه‌نگاران پاسخ می‌دادند. اما از سال 2011 به این سو با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان چنین نشست‌ها در نیم سال یک مرتبه برگزار می‌شوند. خود خبرنگاران در آغاز از این اقدام استقبال کرده همکنون از نحوه برگزاری آن شدیداً انتقاد می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی و اسکندر فیروز. 17 سال пеш бо як фармони раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон идораву вазоратҳои кишвар вазифадор шуданд ки барои рӯзноманигорон нишастҳои хабарӣ баргузор кунанд. мақсад ин буд ки ба воситаи расонаҳои ахбори ом аз кори ин муассисаҳо ва куллан ҳукумат ба мардум гузориш дода шавад. хабарнигорон аз ин фармон истиқбол карданд. аввалин нишастҳо ҷолиб ва хабарсоз буданд. ҷомеа аз кори ниҳодҳои давлатӣ огаҳ гашт ва ҳам дар нишастҳо мушкилоте матраҳ гашт. он замон қарор шуда буд ки вазорату идораҳо ҳар 3 моҳ як бор ба хабарнигорон биншинанд. аз соли 2011 нишастҳо 6 моҳӣ шуданд. аммо коҳиши ҳамоишҳо як мушкил, мегӯянд хабарнигорон ва меафзоянд худи нишастҳои хабарӣ акнун арзиши пешинаро надоранд. قریب حداقل 2-3 سال آخر است که نشست‌های مطبوعاتی در تاجیکستان، نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی در تاجیکستان به مثل یک گالوچکایی که خوجه باغداری دوران می‌گذارد، چون که در بیشتر موردها اول شخص‌های یکمی مسئول اداره ها شرکت نمی‌کنند و اگر شرکت هم کنند در سوال‌های ژورنالیست‌ها
به طور مشخص پاسخ نمیدهند. بعضی نهادهای دولتی حتی در منطقه‌ها سالهای اخیر از برگزاری نشست‌های خبری با سبب‌های نامعین فرار می‌کنند. با گفته روزنامه‌نگاران، مسئولان نهادهای دولتی آگاه شدند که نشریه و روزنامه و رسانه‌های خبری چندان کارمند زیاد ندارند. از این رو به خاطر کم راه یافتن خبرنگاران به نشست‌های خبری و از سوال‌های سخت احتمالی کنار ماندن، 5-6 نهاد کلیدی نشست‌های خبری خود را در یک روز و در ساعت‌های به هم نزدیک برگزار می‌کنند. از سوی دیگر، سؤال و عملکرد خود خبرنگاران در نشست‌های خبری نیز مورد تنقید قرار می‌گیرند. آهسته آهسته از روی اون چی که میبینیم که روندی برگزار شوی نشست‌های مطبوعاتی به یک میدان حل کردن بحث‌های خصوصی، مسئله‌های خصوصی، مشکلات خصوصی از جانب ژورنالیستان بدل شده است و به یک چیزی به اعتبار برای منصبداران سطح اول تبدیل گردیده است. برخی مسئولان رسانه‌های خبری و خبرنگاران بر اینند که پس از برگزاری نشست‌های خبری در این نهادهای دولتی برای دریافت اطلاع بسته می‌شود. حتی برنامه‌هایی که خود آنها درخواست می‌کنند پاسخ نمی‌دهند. فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربرکنی نظامی اعتراض ساکنان را در چند شهر روسیه به میان آورده است. بر اساس فرمان پوتین از روز 21 سپتامبر 300,000 نفر دیگر به ارتش جلب می شوند. 10 نفر در شهرهای کلان روسیه مقابل این فرمان صدا دادند و شعار نصب با جنگ را سر دادند. کارمندان پلیس صدها نفر از شرکتداران نمایش‌های اعتراضی را دستگیر کردند. به نوشته بخش روسی رادیوی آزادی، ساکنان در شهر مسکو، خباروفسک، ایرکوتسک، تومسک و منطقه‌های دور سیبیر به اعتراض برآمدند. بعد اعلان فرمان پوتین درباره سفربرکنی، در فاصله کوتاه بلیط‌های پرواز از مسکو به کشورهای فروخته شدند که شهروندان روسیه می توانند بدون ویزا به آنجا سفر کنند. دوام چند ساعتی بعد اعلان بسیجسازی، بلیط‌های پرواز مستقیم از مسکو به استانبول و یریون برای روز 21 سپتامبر کاملا فروخته شدند. در سامانه ایروفلوت برای روز 21 سپتامبر هیچ بلیط باقی نمانده بود. پروازها برای روز 22 سپتامبر از مسکو تا مینسک قریب $700 یا 10 برابر گرانتر از روزهای پیشین ارزش دارند، اما همین بلیط ها هم با سرعت فروخته می شوند. این در حالی است که میان مسکو و مینسک در روز 6 پرواز است. برای روز 22 سپتامبر همچنین در سمت پرواز مسکو به یریون، استانبول، آلماتا و تیفلیس و دیگر شهرهای گرجستان تقریبا بلیط باقی نمانده است. در این سمت‌ها تنها برای ابتدای ماه اکتبر بلیط پیشنهاد می شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 سپتامبر را فرا می گیرد. 22 سپتامبر سال 1998 در نزد منزلش در دوشنبه در یک سوءقصد مسلحانه عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخون لطیفی کشته شد. کشتار ژورنالیست معروف تاجیک را تلاش لطمه زدن به جریان صلح تاجیکان نامیدند، چون او یکی از شرکتداران فعال مذاکرات صلح و امضای سازشنامه میان حکومت و مخالفان بود. چند سلاح به دست را گناهکار قتل او نامیدند، ولی با این وجود اسرار مرگ و سبب قتل او تا حال ناگشوده میماند. 22 سپتامبر سال 2001 چند روز بعد اظهار آماده باش ایالات متحده آمریکا به مبارزه با تروریسم در افغانستان، در دوشنبه پرزیدنت امامعلی رحمان گفت تاجیکستان هم آماده است به این جبهه بپیوندد و با ایالات متحده همکاری کند. رحمان گفت دوشنبه حمله‌های تروریستی ضد ایالات متحده را که جان 3000 نفر را گرفت محکوم می‌کند. تاجیکستان هم‌مرز با افغانستان دوام 20 سال حضور نیروهای بین‌المللی از جمله به نیروهای فرانسوی کمک کرده است. سپتامبر سال 2018 نخستین گروه زنان تاجیک همسران جنگیان عضو گروه دولت اسلامی در بغداد به زندان محکوم شدند. در مجموع دادگاه بغداد در چند ماه بعدی 46 زن تاجیک را با گناه همکاری با دولت اسلامی به زندان، از جمله 4 نفر را به حکم قتل محکوم نمود. اکثر آنها که از گمراهی همسرانشان را در سوریه و عراق همراهی کردند، فرزندان خود را به اختیار دولت تاجیکستان واگذار کردند. قرب روبل روسی شبانه روز گذشته کمی پست شده ارزش دلار باشد به تغییر است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 163 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1000 سامانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 22 سپتامبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدارتان.